بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، خواهران محترم، برادران عزیز، در هر جایی از افغانستان، تاجیکستان، ایران و یا هم در هر جای دیگی که هستین و شما زبان دری و فارسی را میفهمین، خدمت همه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال شما را با خانواده هایتان، با ما و خانواده با همه ما و شما را الله متعال اول هدایت نصیب بکنه، توفیق به هدایت نصیب بکنه و استقامت نصیب بکنه و از ما و شما در راه دین استفاده بکنه. ما را توفیق بده که خدمتگار اسلام باشیم و عقیده توحید درست یاد بگیریم. در درس سوم هستیم دوستای عزیز. درس سوم و شما درباره نام الواحد و الاحد الله سبحانه و تعالی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. کلمه واحد و احد در زبان چی معنا میده؟ در زبان یکی از علمای بزرگ زبان شناسی که علامه ابن منظور هستند و اونا یک کتاب دارن به نام لسان العرب. این کتاب در زبان شناسی عربی بسیار مهم است و اکثرا کسایی که در لیسانس و ماستری و دکترا اینا تیزیس های خود و رساله و کتاب خود نوشته میکنن، از این کتاب معتبر استفاده میکنن. این عالم در قسمت کلمه واحد و احد میگه که اصل از اینا وقتی که احد هم میگه این مثل واحد است، تنها همزه ازی بدل از واو است، یعنی از واو تبدیل شده، اگر نه اصل اردوش چی هست؟ یکی هست. چی معنا میده کلمه احد و واحد؟ اول معنایش در لغت ما میگیم به معنای یکی و یگانه هست. مثلا وقتی که میگیم که احد، وحد، وحید، وحید، متوحد، یعنی منفرد و یگانه. دوم به معنای انقطاع هست، انقطاع مثل و مانند. انقطاع مثل مانند یعنی مثل و مانند نداره. مثل مانند از او چی هست؟ از او یعنی قطع هست، فقط یکی هست. والواحد بنی على انقطاع النظیر، یعنی وقتی که میگیم واحد به معنای ازی که این نظیر، مانند، همسان نداره. سوم معنایش خب این دو معنای هست که دیگه است. و توحید، توحید چرا میگه؟ ایمان به الله گفته میشه که والتوحید الایمان بالله وحده لا شریک له. خب میایم در اسماء الله الحسنا کلمه واحد و احد چه قسم تعریف میکنیم؟ الله الواحد الأحد الذي لا مثل له ولا نظير له ولا شريك له. خب في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه وعباداته. يعني الله سبحانه و تعالی الواحد و الاحد است. او ذاتی که مثل نداره، نظیر یعنی همتا نداره، ولا شریک و شریک نداره در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در نامهاش، در احکامش و در عبادتش. در این تعریف ما و شما باید 5 نقطه اساسی را بفهمیم. اولین نقطه که دیگه میفهمیم او چی هست که الله سبحانه و تعالی مثل و مانند نداره. در چی؟ در ذات، صفات، افعال، عبادت، نامها و احکامش. در 6 چیز الله سبحانه و تعالی در ذات خود قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و پس الله سبحانه و تعالی او ذات یکی و یگانه هست.
یکی و یگانه هست در ذات خود. و به این شکل الله سبحانه و تعالی یکی و یگانه هست، یعنی مثال نداره، فلا تضربوا لله الامثال، و نظیر نداره، یعنی الله مثل خود نداره. امام طبری میگه لا مثل له ولا نظیر، مثل همتا نداره، ولا شریک له، و شریک هم الله سبحانه و تعالی نداره. در چند چیز گفتیم نداره، مثل و مانند و شریک و نظیر، همتا با خود نداره. این عقیده را باید داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی وقت دوستای عزیز همیشه توصیه ما برای دوستای موحد ما که عقیده توحیدیات میگیرن و میخوان که الله سبحانه و تعالی را مطابق قرآن عظیم شان بشناسن که زمان ما و شما کلام الله را قرآن عظیم شان میگیریم، به این معنا که وقتی قرآن برای ما چیزی میگه باز کتابهای دیگه که هست او را فراموش میکنیم، کتابهایی را که مخلوق نوشته کرده. چرا این کتاب که هست، این کتاب کلام رب العالمین هست. وقتی کلام رب العالمین ما و شما میخوانیم، با این معامله میکنیم که خالق کائنات به همراه ما سخن میگه. این حال وقتی که در نامهای الله و در صفات الله هم در قرآن بحث میشه، اگر میخواین که موحد باشین و عقیدتان درست باشه و متأثر به مشکلاتی که دیگر شده، مثلا بعضی ها متأثر به فلسفه میشن، متأثر به منطق شدن، متأثر به افکار یهودی و نصرانی و هندویزم و دیگر شدن. اینال در او ادیان و افکار که است، همیشه خالق متعال تشبیه میشه با مخلوق. این مشکل از اونها هست. ما و شما مسلمان هایی که به قرآن عظیم الشان عقیده داریم، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده داریم، به وحی جلی و خفی عقیده داریم، ما و شما وقتی که درباره اسما و صفات الله، ذات الله بحث میکنیم، در قسمت بحث در نامها و صفات الله کلش مخصوص خالق متعال میدانیم و از ذهن خود و از فکر خود مخلوق دور میکنیم. چرا؟ آنچه از صفاتی که در قرآن عظیم شان به الله سبحانه و تعالی نسبت داده میشه، این چی هست؟ آنچه که به الله سبحانه و تعالی نسبت داده میشه او صفات کمال است، صفات است که به جلال و عظمت الله شایسته هست. و مخلوق که صفاتش صفات مخلوق است، عاجز است. بنابراین ما و شما در ذهن خود هم باید مخلوق نمیریم، مخلوق کاملا دور کنیم. وقتی که مخلوق دور کنیم، با این شکل ما و شما اسما و صفات الله را بسیار خوب میفهمیم. پس الله سبحانه و تعالی واحد است و احد است، ذات یگانه هست، شریک نداره، مثل نداره. ببینید، شریک نیست، مثل نیست، مانند نیست، همتا نیست، تشبیه نیست. در چی؟ در ذاتش. الله یگانه هست، واحد و احد است، هیچ مشابهت با غیر الله نداره، هیچ مشابهت الله سبحانه و تعالی با اونا نداره در ذات خود. اما قسم ذات الله هست که به جلال و عظمت از او شایسته هست. وقتی الله سبحانه و تعالی میگه که قل بگو هو الله احد، الله ذات یگانه هست، الله الصمد، الله بی‌نیاز است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پس الله سبحانه و تعالی در ذات خود واحد و لا شریک است. علامه عبدالرحمن السعدی که یک مفسر قرآن است، او چی میگه؟ میگه و هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذی، میگه او ذات واحد و احد است، ذات یگانه هست، ذاتی که بی نیاز است، الذی او تو ذاتی هست که لم یتخذ ولدا ولا صاحبتا، که نه فرزند گرفته و نه همسری، ولا شریکا فی الملک، و هم شریک در ملک خود نداره. پس الله ذات یگانه هست در ذات خود. این باید عقیده داشته باشیم. دوم، الله سبحانه و تعالی واحد و یکی و لا شریک است در صفاتش. این حال تمام صفاتی که الله داره صفات مخصوص از او هست که دو هیچ کسی به امرای الله سبحانه و تعالی
شریک نیست. یوسف علیه السلام وقتی الله را در زندان، در پوهنتون یوسف علیه السلام که من همیشه براتون میگم یک چند وقت ما هم در پوهنتون یوسف علیه السلام بودیم، یوسف علیه السلام در داخل زندان چی میگه؟ یا صاحب السجن، دو تا دوست دارم، برشان میگه که این دوستای زندانی من ارباب متفرقون، آیا ربهای متفرقی که شما گرفتین که یکیش مؤنث است یکیش مذکر است، این فرزند است و این پدر است و گاهی از انسان ها و گاهی از حیوانات، یا را گرفتین این خوب است خیرون بهتر است، ام الله، یعنی که الله باشه الواحد القهار، ذاتی که یگانه هست و اوت یگانه هست که در سیطره و در مالکیت خود یگانه هست، در صفات خود یگانه هست، با هیچ کسی مشابهت ندارم. علامه عبدالرحمن سعدی یک مفسر قرآن است چی میگن؟ میگه الذی له کل صفت کمال، میگه الله ذاتی هست که تمام صفات کمال داره، وله من تلک الصفت اعظمها، اعظمی صفات کمالی که الله داره اعظمترین و بزرگترینش داره که در او کاملا صفات با عظمت است، صفات جلال هست. على وجه به کدام شکلی؟ لا یشبهه احد من خلقه، که مشابهت نداره به او هیچ یک از مخلوقات، هیچ یک از مخلوقات در صفات الله مشابهت نداره. اگر اینی عقیده را ما و شما داشته باشیم و در ذهن ما عمی باشه، شما وقتی که عقیده قرآن و سنت میخوانین، توصیه دوستانه ما برای شما خواهرها و برادرای عزیز و گران قدرم این هست که در ذهن خود او تو داشته باشیم مثل که ما و شما در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی میکردیم. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن و سنت چه قسم فهمیدن؟ در اونجا فلسفه در اون وقت بود؟ نه، فلسفه نبود، منطق نبود، متکلمین نبود، اختلافات نبود، مناقشات نبود، مذاهب عقیدتی که مثل جبریه و قدریه و فلان پسانها پیدا شدن و از مردمایی که در روم و در اینجا بودن از اونا فلسفه را گرفتن، باز آمدن فلسفی عقلانی رومانی و یونانی را بالای العیاذ بالله اسمای الله تطبیق کردن و بالاخره مشکلات زیادی پیدا کردن و از نامها از یا انکار کردن و او را تعویل کردن و بعدشان مجسمه او را به شکل جسم چی کردن؟ مجسمه شدن. بعضی دیگه از اینا تشبیه کردن با صفات مخلوق، مشبهه، یک گروه شده، گروه مجسمه، یک گروه مشبهه، یک گروه دیگه. سبحان الله، کل از اینا انحرافات پیدا شد. ما و شما اگر میخوایم که این نامهای الله را درست بفهمیم، همه افکار و اندیشه های غلطی که در این ذهنیت های از اونا هست این را ترک میکنیم، می مستقیما به قرآن عظیم شان، می مستقیما به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را میشناسیم. الله، ببینین علمای بزرگ، علامه سعدی رحمه الله، یکی سعدی شیرازی شاعر است، اون نیست، این علامه عبدالرحمن سعدی، این مفسر قرآن هست. این میگه که الذی له کل صفت کمال، تمامی صفات کمال داره، وله من تلک الصفت اعظمها، از این صفات کمال با عظمت ترینش داره، على وجه لا یشبه احد من خلقی، به شکلی که هیچ مخلوقش با او مشابهت نداره. دیگه الله متعال، متوجه هستید؟ الله متعال وقتی که در ذاتش یگانه شد، بعد از او دوم در افعالش، یعنی در ربوبیتش. ربوبیت الله یعنی افعال الله سبحانه و تعالی. چه قسم؟ الله سبحانه و تعالی خلق کننده هست، در خلق کردنش با هیچ کسی مشابه نیست. الله سبحانه و تعالی حفظ کننده هست، در فعل حفظ کردنش با کسی مشابه نیست. الله سبحانه و تعالی روزی دهنده هست، کسی مشابه از او نیست. الله سبحانه و تعالی تعیین میکنه
ارزش ها و احکام. هیچ کسی به امرای مشابهت کرده نمیتونه. اگر ما و شما الله را با اینمی عقیده بشناسیم که الله سبحانه و تعالی شریک و مثل و مانند و شبیه نه در ذات خود داره و نه در افعال خود. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ یک شخصی بود این مشکل داشت در افعال الله. الله سبحانه و تعالی قصه در قرآن بیان میکنه که ببین انسان موحد یکتا پرست بر او کسی که در شرک در افعال مبتلا شده چی میگه؟ قال له صاحبه و هو یحاوره. سوره کهف آیت 37. قال له میگه بر از او گفت صاحبه، دوستش، امی دوستش که موحد بود، برای انسانی که در افعال الله در شرک مبتلا شدن بر چی میگه؟ و هو یحاوره، در حالی که او امرش جر بحث میکنه برش میگه اکفرت بالذی خلقک، آیا تو کافر شدی به او ذاتی که تو را خلق کرد؟ من تراب، از خاک تو را خلق کرد. ثم من نطفه، یعنی اصل ما و شما از خاک است و نسل ما و شما از آب هست، از نطفه هست. او برش میگه میفهمی که اصل چی است که پدر ما و شما که آدم علیه السلام از سوره الله از چی خلق کرد؟ از خاک پیدا کرد. میگه آیا تو کافر میشی به او ذاتی که تو را در اصل از خاک خلق کرده؟ ثم من نطفه، باز نسل تو را از نطفه عمیق سمیفته. ثم سواک رجلا، باز تو را مساوی ساخت، یک شخص، یک انسان در ساخت. اصل تا مراجعه بکن از خاک هستی، نسل تا مراجعه بکن از آب هستی، از نطفه هستی، از کروموزوم های جنسی X و XY گرفته شده ای که ایناله تو با او ذات که تو را از امین نطفه خلق کرد، از این کروموزوم های جنسی XX و XY، از این تو را خلق کرد و تو را به چی ساخت؟ بالاخره تو را یک انسان ساخت. آیا به او تو کافر میشیم؟ پس الله هست که ما را خلق کردن، ما را از نطفه گرفتن. امی قسم نطفه هست و مضغه هست و علقه هست و باز عظام است، استخوان میشه و باز بالای استخوان ثم نکسوها عظام لحم و بالای از گوشت میشه. همین مراحل خلقت انسان است. بالاخره انسان با این شکلی که ما و شما هستیم به این شکل میباشه. میگه آیا به این خالق تو کافر میشی؟ باید به این خالق ایمان داشته باشی که او خالق تو هست. افعال الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان بسیار زیاد هست که ما و شما میفهمیم. علامه مراغی یک عالم است، میگه الذی لا ینازع ولا یعارض فی تصرفه و تدبیره. میگه الله سبحانه و تعالی ذات هست که کسی منازعه، مخالفت و معارضه به همراهش در تصرفی که در کائنات داره، تصرف کردن الله، تصرف در آسمان ها، تصرف در زمین، تصرف در دنیا، تصرف در آخرت، میگه کسی در تمام از اینا تصرفی نداره در تصرفش و تدبیری که الله سبحانه و تعالی میکنه. وله القدرت التامه، الله ذاتی است که قدرت بسیار کامل داره. والاراده العامه، و الله ذاتی است که این اراده عمومی داره. پس اینجا هست که این علمای بزرگوار برای ما و شما وقتی که الله را معرفی میکنه، مثلا علامه طنطاوی رحمه الله یک عالم مصری هست، میگه الذی قهر کل شیء، الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که تسلیم خود کرده کل شیء، هر چیزی را در این کائنات، و غلبه و بالای از غالب شده. تمام مخلوقاتی که خلق کرده همه تسلیم از او هستند، همه مغلوب هستند در مقابل الله سبحانه و تعالی. پس ما و شما انسان ها هم باید این نعمت بزرگی که الله برای ما و شما عقل داده باید تسلیم باشیم به چی؟ به ربوبیت و افعال الله سبحانه و تعالی، و عقیده داشته باشیم که افعال الله سبحانه و تعالی هم مثل و مانند نداره. افعال الله مثل افعال مخلوق نیست. از این خاطر دوستان عزیز، اگر انسان به می عقیده باشه که الله سبحانه و تعالی افعال خاصی را داره و او را تشبیه با مخلوق نکنیم و از ذهن خود مخلوق بکشیم و به این عقیده باشیم که الله سبحانه و تعالی
افعالی داره که در قرآن عظیم شان ذکر کرده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده و مشابهت با افعال مخلوق نداره. افعالی است که به جلال و عظمت الله شایسته هست. باز برای ما هیچ سوال پیدا نمیشه وقتی که میگیم که الله سبحانه و تعالی الرحمن و علی العرش استوى، هیچ سوال پیدا نمیشه. الله بر عرش استوا نمود، الله بر عرش استوا نمود، همه قسمی که به جلال و عظمت از دو شایسته هست، مثل و مشابه نداره. چرا؟ الله الاحد الواحد است. در چی؟ در افعال خود. وقتی در افعال خود یگانه هست، مشابه با افعال مخلوق نیست. پس ما چرا مخلوق در ذهن خود بریم؟ بگیم بله، امی قسم که قرآن میگه ما استوای الله را قبول داریم، کیفیتش نمیفهمیم و او را تشبیه نمی کنیم با مخلوقات، مثال نمیزنیم از استوای مخلوقات، مثل که کسایی که مشکل دارن از نگاه فکری و اعتقادی متاثر هستند به فلسفه افلاطون و منطق ارسطو یا با امر ما میخوایم مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندن که الله متعال افعال رو که به خود نسبت میداد، در ثلث اخیر شب مثلا الله سبحانه و تعالی به آسمان دنیا نزول میکنه به خاطر ای که دعاهای ما و شما را قبول بکنه. چه قسم است؟ نمیگیم، سوال نمیکنیم. چرا؟ به خاطر از که نزول الله سبحانه و تعالی همه قسم است که به ذات و جلال و عظمتش شایسته هست. وقتی یک جوان پیدا شد، یک شخصی در وقت امام مالک پیدا شد، از امام مالک رحمت الله علیه پرسان کرد که استوا چه قسم است؟ امام مالک رحمت الله علیه بسیار متاثر شد که ذهن ازی خراب شده، این سوال ازی بسیار سوال خطرناک است. برش گفت که الاستواء معلوم، استوا معلوم است و معنایش همه ما و شما در زبان عربی میفهمیم، والکیف مجهول، کیفیتش ما نمیفهمیم. چرا؟ او استوای الله که به جلال و عظمت الله شایسته هست، امی قسم که ما ذات الله را درک کرده نمیتونیم، صفات الله را هم درک کرده نمیتونیم، افعال الله را هم درک کرده نمیتونیم. بناءً والکیف مجهول است، کیفیت شما بحث نمیکنیم، مجهول است. ولی ایمان به واجب، چون در قرآن آمده، در سنت آمده، ایمان به واجب است. و سؤال عنه بدعه، سؤالی که تو کردی این سؤال بدعتکارا هست که این مسئله زیاد بحث میکنن، پس تو یک بدعتکار هستی. چرا این سوال قبل هستو کسی دیگه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نکردن؟ چرا نکردن؟ چون ذهن از اونا ذهنی بود که در افعال الله، در صفات الله، در ذات الله مخلوق داخل نمیکردن، تشبیه و تمثیل نمیکردن. از این خاطر برشان این سوال ها پیدا نمیشه. بالاخره شاگردای خدا گفت که این شخص بدعتکار از مجلس ما دور کنین که این با افکار غلط مبتلا شده و مجلس خراب میکنه و عقیدش خراب شده هست. خب، سوم، الله سبحانه و تعالی در اسمایش یگانه هست. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. الله سبحانه و تعالی که است، برای او له خاص است، برای الله الاسماء الحسنى، نامهای نیک، نامهای حسنا که این اسماء و صفات الله هست، نامهای است که اون نامها همون نام عین صفت هم امرای خود داره و این نامهای الله را که با همون صفات است، مثلا الرحمن نام الله هست، صفت رحمت هم داره. غفار نام الله سبحانه و تعالی است، صفت مغفرت هم الله سبحانه و تعالی داره. از این خاطر در نامهایش هم باید ما کسی را مخلوقات در ذهن خود نبریم. چرا؟ مخلوقات مشکل داره. مثلا اسمای مخلوقات حسنا نیست. یک نفر نامش شجاع است، خودش بسیار از نگاه صفت ترسو هست. یک کسی نامش از زیبا، لکن خودش که سعی میکنی بسیار بدقواره هست. چرا؟ نامهای از اونا نامهای مخلوق است که با امو چیزش گاهی مشابه می باشه، گاهی نمی باشه. اما نامهای الله سبحانه و تعالی اسماء الحسنا هست که به جلال و عظمت الله شایسته هست. یوسف علیه السلام چی میگه؟
برامو دوستای خود میگه ما تعبدون من دونه، و کسایی را که شما عبادت میکنین بغیر از الله، اونا نیستن الا مگر اسماء، نامهایی هستن. آنچه را شما عبادت میکنین اونها نامهایی هستند که سمیتموها انتم و آباؤکم، شما این نامها را گذاشتین. اونا بسیار سر امو معبودان باطل خود نامهایی گذاشته بودن. یوسف علیه السلام برشان میگه این نامهایی است که یا شما خودتان گذاشتین و یا پدرایتان گذاشتن، ما انزل الله بها من سلطان، الله سبحانه و تعالی در این کدام دلیل نفرستاده هست. دیگه الله سبحانه و تعالی در ذاتش الواحد الاحد است، در صفاتش الواحد الاحد است، در نامهایش الواحد الاحد است، در افعالش الواحد الاحد است، در احکامش الواحد الاحد است. یعنی الله سبحانه و تعالی در احکامش هم باید ما و شما بفهمیم که ولا یشرک فی حکمه احدا، الله در حکم خود کسی را شریک نمی سازه. یعنی احکام الله سبحانه و تعالی احکام ذات یگانه هست که حکمت هر حکم خود از میفهمه. الله حاکم است و حکیم هست، حکم میکنه و حکمش با بسیار حکمت و بسیار حکیمانه هست. به این خاطر این افعال الله سبحانه و تعالی هست، افعالی است که بس احکامی است که به ذات یگانه الله سبحانه و تعالی شایسته هست. اینا کسایی که قانون میسازن و باز کسایی که از این قانونگذارهای انسانی که برشان احکام تعیین میکنه، حلال و حرام تعیین میکنه، چی را بخوریم چی را نخوریم، اگر کسی از اینا اطاعت میکنه، بر از اینا رای میده، در پارلمان از اینا اشتراک میکنه و بر از او پارلمان از او رای میده و او باز برش میگه که اینی چیز برای تو جایز است، باز او پارلمان میخیزه برش میگه مثلا زنا اگر کس به اختیار خود کرد این جرم نیست، قانون ساخت ضد شریعت الله. برش میگه شراب اگر کسی یک کمی نوشید که مثلا برش زیاد نشانه سازش و چیز نسازش، این قانون ساخت ضد شریعت الله. یا مثلا گفت که اگر ازدواج هم جنس میکنه این قانون ساخت، این کلش قوانین ضد شریعت الله هست. بنابراین این در وحدانیت الله شریک پیدا کردن. چرا؟ الله الاحد و الاحد الواحد است. در چی؟ در احکام خود. امو قسم که یگانه هست در ذات خود، امو قسم که یگانه هست در صفات خود، یا امو قسم که در افعال خود، اینمی قسم یگانه هست در احکام خود و همین قسم یگانه هست در نامهای خود. از این خاطر الله میگه که ولا یشرک فی حکمه، یعنی الله در احکام خود کسی را شریک نمی سازن. و همین خاطر بود که وقت نصرانی ها در احکام الله علمای خود چی کردن؟ علمای خود قبول کردن که احکام الله را تغییر بدن و نصرانی ها راهبا و پیرهای خود اجازه دادن که احکام الله را تغییر بدن یا حلال حرام بسازن، جایز ناجایز بسازن، بر از اینا قانون بسازن و قانون اساسی بسازن و قوانین دیگه بسازن. الله متعال گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا احبار خدا و اینا رهبان خدا، پیرهای خدا، گوشنشینای خدا، تاریکین دنیای خدا ارباب خود گرفتن. پس اینا اونا را با الله در حکم چی کردن؟ شریک ساختن. الله متعال گفت که اینا با این کارشان وقتی که این را رب خود گرفتن، یعنی در ربوبیت الله مخلوق شریک ساختن، اینا شرک در ربوبیت کردن، شرک در حکم کردن، شرک در افعال الله کردن. الله ما و شما را حفظ بکنن. علامه علوان نوشته میکنه، میگه الله الواحد الاحد الصمد الحقیق بالاطاعت والانقیاد. میگه الله سبحانه و تعالی واحد است، احد است، بی‌نیاز است و مستحق است به اینکه اطاعت شود و انقیاد به احکام از او ما و شما به شریعت از او تسلیم باشیم. الله واحد و احد است. احکامش در قرآن و احکامش در احادیث رسول الله صلی الله علیه و به شکل وحی جلی در قرآن و وحی خفی در احادیث بیان شده است.
دیگه پس در ذاتش واحد احد است، در صفاتش واحد احد است، در افعالش واحد احد است، در نامهاش واحد احد است، در احکامش واحد و احد است. ششمی در عباداتش هم یگانه هست که باید انسان مسلمان در عبادت الله کسی را شریک نسازه. همین قسم که در ذاتش کسی را شریک نمیکنیم موحد هستیم، در افعالش کسی را شریک نمیسازیم موحد هستیم، در نامهایش کسی را شریک نمیسازیم موحد هستیم، در احکامش کسی را شریک نمیسازیم موحد هستیم، در عبادتش هم کسی را شریک نمیسازیم. و هر عبادتی باشد، عبادت فکری، عبادت بدنی، عبادت زبانی، عبادت قلبی، عبادت تشریعی، عبادت مالی، در هر 6 قسم عبادت الله کسی را شریک نمیسازیم. کل پیغمبرها همین قسم عقیده داشتن. الله متعال میگه در سوره بقره آیه 133 میگه ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما حاضر بودین وقتی که برای یعقوب علیه السلام مرگ آمد، اذ قال لبنیه، وقتی که برای فرزندایش گفت که ما تعبدون من بعدی، کی را عبادت میکنین، کدام ذات عبادت میکنین بعد از من؟ قالوا، فرزندایش گفتن نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. گفت ما عبادت میکنیم معبود تو را و معبود پدرانت، مثلا ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، الها واحدا، که همه معبود یگانه داشتن، ذات واحد یگانه بود، معبودی بود که به یگانگی عبادت میشد. و نحن له مسلمون، و ما کل ما مسلمان هستیم. یعنی یعقوب علیه السلام، تخلص یعقوب علیه السلام اسرائیل بود، اولادش بنی اسرائیل میگن. وقتی که اولادهایش که مثلا اولادی ازی بود، اولادایش بود، بر از اینا و در وقت مرگ خود گفت که شما کی را عبادت میکنین؟ اونا دو تضمین دادن، گفتن اول اله واحد عبادت میکنیم که اله تو هست، اله پدرانت هست، اله اسماعیل و اسحاق است، اله واحد است، این را عبادت میکنیم. و دیگه ما مسلمان هستیم. و نحن له مسلمون، ما به الله تسلیم هستیم. اسلام چی هست؟ تسلیمی است به شریعت الله، تسلیمی هست به کتاب الله، تسلیمی است به احکام الله سبحانه و تعالی. لیکن پسان باز چی شدن؟ منحرف شدن، نواسا و کواساش، بعضی کسای دیگه که باز اینا آمدن. الله معلوان چی میگه؟ میگه که المستحق للعبادة والاطاعه، میگه الله سبحانه و تعالی کسی است که ذاتی هست که مستحق عبادت و اطاعت است، کسی دیگه مستحق از این است. اینی شد بنابراین ما و شما فهمیدیم که در خلاصه الواحد والاحد چی میگیم؟ میگیم الله سبحانه و تعالی یکی و یگانه هست، بی مثل هست، شریک نداره، مانند نداره، نظیر نداره. در چی؟ در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش، در اطاعتش و در نامهایش. در این 6 چیز الله سبحانه و تعالی واحد و احد است. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.